شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی مجلس بالای پارلمان تاجیکستان رستم امامعلی که با یک سفر رسمی در شهر بشکک قرار دارد، روز 16 نوامبر سال 2023 با نشر یک عکس مشترک او و پدرش پرزیدنت کنونی تاجیکستان امامعلی رحمان در کانالش در شبکه تلگرام مردم را با روز پرزیدنت تبریک گفته از خدمت‌های پدرش در مقام پرزیدنت با استفاده از عباره‌های چون پرزیدنت محبوب کشور ستایش کرده است. رستم امامعلی به پدرش تنسیتی و برای ادامه اجرای رسالت دولتداریش نیرو و کامیابی تمنا کرده اظهار اطمینان کرده است که خدمت‌های امامعلی رحمان همچون اثر ماندگار در صحیفه‌های تاریخ ملت تمدن‌آفر تاجیک با حرف‌های زرین نقش بسته است. امامعلی رحمان که 5 اکتبر سال جاری به سن 72 قدم گذاشت، از ماه نوامبر سال 1992 اینک 31 سال باز رهبر اول تاجیکستان است. در سال 2016 با قبول یک قانون ویژه به او عنوان پیشوای ملت اساسگذار سال وحدت ملی داده شد. این عنوان همچون به امامعلی رحمان حق می‌دهد که بدون محدودیت نامزدیش را به مقام پرزیدنت گذارد. او از این حق در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 استفاده برد و ریاست خود را باز برای 7 سال دیگر یعنی تا سال 2027 که به سن 75 خواهد رسید تمدید کرد. اما منابع آگاه میگویند که امامعلی رحمان شاید خیلی بروقت‌تر از سال 2007 کرسی پرزیدنتی را به پسرش رستم امامعلی واگذار کرده خودم چون پیشوای ملت رهبری عمومی بر امور دولتداری را در دست خود نگاه بدارد. مقام پیشوای ملت به امامعلی رحمان اخی دخالت در امور دولتی را بعد رفتنش از مقام نیز می‌دهد. رستم امامعلی پسر کلانی امامعلی رحمان که ماه دکبر سن 36 را پر می‌کند سالهای زیاد است که همچون وارث احتمالی کرسی پرزیدنتی پدرش نام برده می شود. ناظران امور در این بین در چندین مقام مختلف مهم از جمله در رهبری خدمات گمرک و اگنتی مبارزه با کروپسیا و همچنین شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی کار کردن او را به خاطر تجربه رهبری اندوختن رستم امامعلی در راهش به سوی کرسی پرزیدنتی می شمارند. در سال 2016 تا سن حداقل نامزدی به پرزیدنتی را از 35 تا 30 پایین آوردند و همه بر این بودند که مقصد از این تغییر مهم هموار کردن راه اشتراک رستم امامعلی در انتخابات پرزیدنتی است. اما در انتخابات سال 2020 برخلاف انتظارات بازم خود امامعلی رحمان بار دیگر نامزدیش را گذاشت. ناظران امور این را به اختلاف نظرها بر سر نامزدی پرزیدنت در داخل خود عائله امامعلی رحمان و هم در بین اعضای کلیدی حکومت ربط می‌دادند. عامل دیگر و عزم حل کننده به عقیده ناظران امور اراده خود امامعلی رحمان است که طوری به نظر می‌رسد خودش برای رفتن هنوز آماده نیست.